به نام خدا، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان عزیز. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. جلسه هفتم از شیمی عمومی 1 رو در خدمتتون هستیم. چند تمرین رو جلسه قبل داده بودیم، حالا این تمرین ها رو حل میکنیم. شما هم تصحیح بفرمایید، بعد میپردازیم به ادامه مبحثمون. یکی از تمرین ها این بود که در اتم فرضی E در مجموع 210 ذره بنیادی وجود دارد. خب شما میدونید که ذره بنیادی وقتی میگه یعنی الکترون، پروتون و نوترون، درسته؟ پس در مجموع الکترون، پروتون و نوترون ما 210 هست. اگر شمار نوترون های آن 50% بیشتر از شمار پروتون های آن باشد، نماد عنصر را نشان دهید. خب گفته نوترون ها 50% بیشتر، اینو یه بار توضیح داده بودم خدمتتون. وقتی میگه 50% بیشتر یعنی تعداد پروتون ها به اضافه 50% پروتون. دوباره اگه من اینو 1 بگیرم، اینم که نیم هست، پس میشه 1.5 پی. پس تعداد نوترون ما برابر با 1.5 پی هست. خب الکترون ها میدونید که این اتم خنثاست دیگه. چون خنثاست پس تعداد پروتون ها و الکترون هاش هم با هم دیگه برابرن. پس من میتونم اینجا خود پروتون رو بذارم، اینجا جای نوترون بذارم 1.5 پروتون، جای الکترون هم بذارم خود پروتون، درسته؟ چون الکترون با پروتون در اتمی که به صورت خنثی هست با هم دیگه برابرن. خب برابر با 210. خب این الان 1 2 تا 3.5 پروتون برابر با 210 هست. پروتون رو اینجا به دست بیارم میشه مقدار 60. خب شما برای که نماد عنصر رو بنویسید نیاز به نوترون هم دارید، درسته؟ خب نوترونمون میشه 1.5 پی، جایگذاری میکنم، نوترون هم میشه 90 تا. خب آیا عدد جرمی که لازم دارم این بالای نماد عنصرم بذارم میشه n به اضافه پی دیگه. 90 رو به اضافه 60 میکنیم، یعنی نوترون رو با پروتون جمع میکنیم، میشه 150 که به عنوان عدد جرمی در سمت چپ بالای نماد یه عنصر می نویسیم و در پایینش هم عدد 60 یا همون تعداد پروتون ها رو میذاریم. تمرین بعدی که داده بودم جلسه قبل خدمتتون این بود که با توجه به داده های جدول جرم مولکولی A2X چند AMU است. خب نگاه کنید، شما جرم مولکولی A2X رو که میخواید به دست بیارید یعنی چی؟ یعنی 2 تا جرم A و 3 تا جرم X، درسته؟ خب اگه بیاین جدول رو نگاه کنید، آی شما یه آی واحد نیست بلکه 2 تا ایزوتوپ داره. پس کاری که شما انجام میدین اینه که باید میانگین ایزوتوپ رو توی آ به دست بیارید، میانگین ایزوتوپ رو هم توی ایکس به دست بیارید و حالا 2 تا از میانگین آ با 3 تا از میانگین ایکس با هم جمع کنید تا بشه همون A2X جرم کلیش. خب ما هم همین کار انجام میدیم. شما جرم میانگین آ رو که میخواید به دست بیارید، من به شما گفتم میتونید به جای حالا الان اینجا گفته 10% فراوانی دیگه، به جای 10% میتونید بنویسید 1/10، درسته؟ اگه 1/10 اینجا بنویسید یعنی همون 100 رو هم اینجا تاثیر بدید. به جایی که بنویسید 10 ضربه در 45 بگید 10% ضربه در 45 که میشه 1/10 ضربه در 45 به اضافه اینم به جایی که بنویسید 90 ضربه در 47 بنویسید 90% یا همون 9 ضربه در 47. اگه این کار رو بکنید دیگه تقسیم بر 100 رو لازم نیست وارد کنید. من فکر میکنم اینجور محاسبتون راحت تر میشه. حالا هر جوری راحت بودید اون ورم هیچ مشکلی نداره. شما میتونید بنویسید 10 ضربه در 45 به اضافه 90 ضربه در 47 تقسیم بر کلا تقسیم بر 100ش بکنید و جواب رو به دست بیارید. جواب هم یکسان هستن. پس هر جوری که راحت ترید میتونید حل کنید. میانگین آ در میاد 46.8. برای x هم اگه بخواید میانگین در بیارید همین کار رو انجام بدید. یا باید بنویسید 20 ضربه در 35 به اضافه 80 ضربه در 37، بعد همه رو تقسیم بر 100 بکنید، یا این کاری که من انجام دادم 20% یعنی درصدش رو همینجا اثر بدید، میشه 20 صدم یا همون 2/10 که ضربه در حالا عدد جرمیش میکنیم، اینم که میشه 8 ضربه در عدد جرمیش که جوابش هم به دست میاد. خب الان من میانگین آ و میانگین x رو به دست آوردم. حالا میتونم بیام و عدد جرمی یا همون جرم اتمی
A2X3 رو به دست بیارم. A2X3 شامل 2 تا A یعنی 2 ضرب در 46 و 8 دهم و 3 تا X هست، 3 ضرب در 36 و 6 دهم که جواب کلیش در میاد. حالا این مقداری که براتون نوشتیم 203/14. یه تمرین دیگه که داده بودیم این بود که عنصر X18 با جرم اتمی میانگین حالا این مقدار دارای 3 ایزوتوپ طبیعی است که یکی از آنها 20 نوترون و فراوانیش 20%، دیگری 18 نوترون و فراوانیش 70%. شمار نوترون های ایزوتوپ دیگر چیه؟ خب ببینید اینجا گفته نوترون، در صورتی که من اگه بخوام حالا فراوانی رو نمیتونم ضرب در نوترون کنم، باید فراوانی رو من ضرب در اون عدد جرمی بکنم. عدد جرمی هم که میدونید تعداد نوترون به اضافه تعداد پروتونه. وقتی برای شما نوشته X18 یعنی که توی همه اینا پروتون شما 18 تاست، درسته؟ فقط نوترون هاشون متفاوته. پس شما میتونید نوترون ها رو با این عدد 18 جمع کنید، میشه عدد جرمیتون و اون عدد جرمی رو میتونید در فراوانی حالا ضرب کنید، درسته؟ خب این 3 تا ایزوتوپ داره، یکی از ایزوتوپاشو معرفی کرده، گفته 20 تا نوترون داره، فراوانیش 20%. وقتی به شما میگه 20 تا نوترون داره باید پروتون هم باهاش جمع کنید تازه بشه عدد جرمی. پس اینجوری مثلا ما الان مثل که به ما داده میگه که مثلا 3 تا ایزوتوپ داره، یکی از ایزوتوپ هاش عدد جرمیش 38 درصد فراوانیش 20 که من راحت میتونم این دو تا رو در هم ضرب کنم به عنوان یه دونه داده ای که بتونه ایزوتوپ رو به دست بیاره. خب برای بعدی هم گفته 70% فراوانی داره، تعداد نوتروناش 18 تاست. خب نوترون 18، پروتون هم که گفتیم 18 است، پس میشه 36. پس عدد جرمیش هم دوباره این یکی 36 و 70%. حالا بعدی نگاه کنید این 70%، اینم 20% با هم میشه 90%. پس ایزوتوپ بعدی هرچی هست فراوانیش 10%. چون من کلا همه فراوانی ها رو با هم جمع کنم باید 100 بشه دیگه. 90%ش اون دوتای بالایی بوده، پس این یکی حتما 10%. حالا من تنها مجهولی که دارم عدد جرمیشه، درسته؟ خب من البته این عدد جرمی ازم نخواستم، من عدد جرمی رو که در آوردم این شمار نوترون هاشو خواسته. خب این عدد 18 رو که تعداد پروتونه اگه از عدد جرمی کم کنم همون تعداد نوترون هایی میشه که ازم میخواد، درسته؟ پس من اولین کاری که میکنم میام عدد جرمی این ایزوتوپ سوم رو به دست میارم. خب باز همون روش، باز فرق نمیکنه، میتونید بنویسید 20 ضرب در 38 و به همین صورت من راحت ترم که درصدش رو همینجا اثر بدم که تقسیم بر 100 نداشته باشه. پس میگم 2 دهم ضرب در 38 به اضافه 7 دهم ضرب در 36 به اضافه 1 دهم ضرب در آ، عدد جرمی که ندارم، میانگینرم که بهم داده. محاسبات رو که انجام بدم عدد جرمی من در میاد 40. خب عدد جرمی که در میاد 40، حالا من میتونم ازش این 18 تا رو کم کنم تا تعداد نوترون بشه. حالا بالاش هم نوشتم عدد جرمی 40 منهای 18 که تعداد پروتونه میشه 22 تا که تعداد نوترون من به دست میاد. از این سوالات بسیار بسیار زیاد هست، البته شما هم حالا احتمالاً آشنایی باشون داشته باشید. همین که شما بتونید من تمرینایی که بهتون میدم رو درست حل کنید، احتمال اینکه حالا من تمرینای جدیدی یا حالا سوالای جدیدی که توی امتحان میدم شما بتونید حل کنید خب خیلی زیاده. اما اگه نه، من تمرینایی که به شما میدم شما حالا ولش بکنید تا حالا جلسه آینده که من خودم حل کنم شما هم بخواید حالا بنویسید از روش، این فکر نمی کنم حالا نمره جالبی بشه برای پایان ترمتون. من که حالا متاسفانه نمیتونم شما رو ببینم و اینکه شما رو بررسی کنم ببینم مثلا چه جوری سوال حل میکنید. من معمولا توی کلاس به خصوص شیمی عمومی یک حتما بچه‌ها رو پای تابلو میارم، میگم جلو خودم حل کنید ببینم مثلا اشکال کارشون چیه، میتونن حل کنن، میتونن جواب آخر برسن یا نه. اما خب متاسفانه نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. پس لطفا خودتون تمرین تکرار داشته باشید که برای جواب سوالا توی امتحان دچار مشکل نشید. خب فصل دومون تموم شده بود تو جلسه قبل، فقط این تمرین ها مونده بود که این رو هم حل کردیم. حالا این پردازیم فصل سهمون. خب فصل سهمون در مورد استیکیومتری است. درسته من فصل یکم یه مقدار استیکیومتری به شما گفتم، اما اصل مباحث استیکیومتری و اینکه سوالاش به چه صورت میاد توی فصل 3 تازه شروع میشه و بخش یکش الان میخونیم، بخش دوش هم تو فصل 4 میخونیم. دقیقاً سوالای استیکیومتری که شما میتونید تعداد اتم ها رو تبدیل کنید و
بقیه مواردی که قبلا توی حالا دبیرستان خوندید رو ما اینجا براتون جمع‌بندی میکنیم و سوالایی هم سعی میکنیم حل کنیم که براتون توی امتحان حالا اگه سوالی اومد از پایان ترم از تمریناتی که آخر فصل 3 هست حتما بخونید و من سعی میکنم یه تعدادیشو اینجا حل کنم که شما انشالله اگه نمونه هاشو خواستید اونجا حل کنید دیگه مشکلی نداشته باشید. خب فصل سوم استیکیومتری بخش 1 فرمول های شیمیایی. من مباحث رو سعی کردم خیلی خلاصه بگم چون میگم اکثرش رو بلدید. سعی میکنم بیشتر این وقتی که باقی مونده از این جلسه رو اختصاص بدم به همین توضیحات و سعی میکنم جلسه بعد رو که حالا ادامه فصل 3 هست رو بیشتر نمونه سوال براتون حل کنم که انشالله دیگه مشکلی برای آخر فصل نداشته باشید. استیکیومتری یک واژه یونانی است. استیکیو به معنای عنصر و متری به معنای اندازه‌گیری است. مفهوم استیکیومتری یعنی اندازه‌گیری مقدار عنصرها، معمولا بهش میگن استیکیومتری یا همون روشی که ما انجام میدیم. خب فرمول مولکولی چیه؟ فرمول مولکولی یک جسم بیانگر ترکیب اجزای یک مولکول است. برای مثال H2O بیانگر وجود 2 اتم هیدروژن و 1 اتم اکسیژن از مولکول آب. درسته؟ پس فرمول مولکولی چی رو نشون میده؟ تعداد و نوع اتم ها رو به شما نشون میده. فرمول مولکولی یک ترکیب فقط بیانگر تعداد و نوع اتم های موجود در یک مولکول از آن ترکیب است و چیزی در مورد چگونگی اتصال اتم ها به یکدیگر نشان نمیدهد. یعنی به شما اگه H2O رو بدن به صورت فرمول مولکولی همین صورت، شما نمیدونید ساختار H2O چطوره، H وسط، O وسط، هیچی اطلاعات نداری. فقط میدونید که از 2 تا هیدروژن یه دونه اکسیژن تشکیل شده. درسته؟ فقط تعداد و نوع اتم ها رو به شما میگه. اما چگونگی اتصال رو در فرمول ساختاری میتونید متوجه بشید. خب فرمول ساختاری چی است؟ این فرمول علاوه بر بیان تعداد و نوع اتم های موجود در یک مولکول، نشان دهنده شیوه اتصال اتم ها در یک ترکیب نیز می باشد. برای مثال آمونیاک به صورت زیر نمایش داده می شود. یعنی زمانی که آمونیاک رو به این صورت تعداد پیوندها رو برای شما نشون دادن، حتی زوج الکترون های ناپیوندی رو نشون دادن، میگیم که این میشه فرمول ساختاری. فرمول ساختاری از فرمول مولکولی گسترده تر هست و اطلاعات بیشتری به شما میده. هم تعداد و نوع اتم ها رو میگه، همین که کدوم اتم به کدوم اتم توسط چه پیوندهای یگانه، دوگانه یا سه‌گانه متصل هستند. فرمول ساختاری نمیتواند آرایش فضایی اتم های یک مولکول را نشان دهد. برای مثال مولکول آمونیاک آرایش هرمی دارد که در فرمول ساختاری دیده نمی شود. نگاه کنید، من یکم حالت هرمی بهش دادم اما شما متوجه باز نمیشید با توجه به فرمول ساختاری که این ساختار هرمی دارید. هرم یعنی که حالا یه مرکز بالا باشه، 3 تا حالا گوشه داشته باشه و این 3 تا رو از طرف پایین به صورت یه مثلث به هم وصل نمیشه هرم. این رو فرمول ساختاری نشون نمیده. فرمول ساختاری فقط به شما میگه یه نیتروژن در وسط هست به وسیله 3 تا پیوند به عنوان مثال وصل به هیدروژن. حالا نمیگه این 3 تا پیوند چطور قرار گرفته یا این نیتروژن چه حالتی نسبت به این هیدروژن ها قرار گرفته که مثلا حالا این نیتروژن در سطح این هیدروژن هاست. نه، مثلا یکی از هیدروژن ها بیرون، یکی از 2 تا از هیدروژن ها مثلا روی صفحه کاغذ هستن. اینا رو به هیچ عنوان به شما نشون نمیده، یعنی شکل 3 بعدی به شما نشون نمیده. فقط فرمول ساختاری میگه کدوم اتم ها به کدوم اتم ها متصل هستن. پس مهمترین کاری که ما میتونیم حالا برای یه ترکیب انجام بدیم اینه که آرایش فضاییش رو بدونیم به چه صورت هست. آرایش فضایی ها رو من تو فصلهای جلوتر حتما براتون میگم، چون یه حالتی هست که شما اینجا فقط باش آشنایی دارید تو شیمی عمومی 1، بعد به درد معدنیتون میخوره. حالا زیادم توی سالهای دبیرستان به این نکته اصلا اشاره نکرده، به خاطر همین ما این ساختارهای فضایی رو کامل برای شما بیان میکنیم که ساختار لوئیس رو که کشیدید حتما ساختار فضایی رو کنارش بلد باشید که به چه صورت هست. خب یون ها ذره متشکل از یک اتم یا گروهی از اتم هاست که بار الکتریکی دارد. یون ها رو میتونیم به 2 دسته تقسیم کنیم: تک اتمی، پلی اتمی. اینا رو من سریع میگذرم. تک اتمی ها اونایی که یک نوع اتم بیشتر ندارن و حالا یون های متفاوتی دارن. اینا رو با حتما یون هاشو بلد باشید، چون حالا اگه ما پیوند یونی رو از شما خواستیم که ساختار رو بگید باید بلد باشید. من دیگه تو اینجا براتون اصلا ساختار رو نیاوردم که بگم حالا
فرمول مولکولیشو بنویسید یا به چه صورت، اصلا نیوردم چون اینا رو کامل خوندید. پس شما حتما یون‌های تک اتمی گروه‌های اول، گروه‌های دوم بدونید و گروه سوم میدونید که به ترتیب یه بار مثبت، دو بار مثبت، سه بار مثبت هستن. البته اونایی که پیوند یونی تشکیل میدن حتما یه مروری رو جدول تناوبی داشته باشید که بدونید کدوم اتم ها میتونن پیوند یونی داشته باشن، کدوم اتم ها میتونن پیوند کوالانسی داشته باشن. حتما تفکیک کنید اینا رو با هم دیگه، که اگه من گفتم به عنوان مثال آلومینیوم بر، شما بدونید اصلا آلومینیوم بر پیوند یونی تشکیل میده، کوالانسی تشکیل میده. اینا رو اطلاعاتی هست که قبلا داشتید و حتما مرور کنید، چون اگه من بخوام اینا رو هم بگم به اون قسمت‌های مهم فصل‌های بالاتر به هیچ عنوان نمیرسیم. پس اینا رو حتما خودتون یه مطالعه داشته باشید. حالا من چند تا یون تک اتمی رو براتون اینجا آوردم که حالا به عنوان نمونه باشه که بارهاشو حالا به خاطر بیارید. یون‌های پلی اتمی یا یون‌های چند اتمی یونایی هستن که از چند نوع عنصر تشکیل شدن و مجموعاً یک باری رو دارن. یعنی این باری که به عنوان مثال روی NH4 من گذاشتم، یک بار مثبت به کل مولکول تعلق داره، به یه دونه عنصر تعلق نداره. اینم که انواع مختلف داره. حتما یه مروری روی این یون‌های چند اتمی هم داشته باشید با بارهاشون، که حالا اگه ازتون خواستیم که دو تا یون رو با هم دیگه حالا ترکیب یونیش رو بنویسید، دیگه مشکلی تو این قسمت نداشته باشید. یا مثل O4 دو بار منفی، OH هم یه بار منفی، خب تعدادشون زیاد هست، حتما یه مرور داشته باشید. یکی از مطالب مهمی که این قسمت باید براتون عنوان کنم این هست که در ترکیبات یونی مانند سدیم کلرید به ازای هر یون Na مثبت یک یون Cl منفی وجود دارد و فرمول این ترکیب NaCl می باشد. این فرمول بیانگر یک مولکول نیست و درباره شیوه زوج شدن یونها اطلاعاتی به دست نمی دهد. زیاد از ساختار بلورین این ترکیب نمی توان هیچ یونی را منحصراً به یون دیگر متعلق دانست، بلکه این فرمول فقط ساده ترین نسبت یونهای لازم برای تولید این بلور است. خب من خوندم از روش، حالا که اگه شاید بد نوشته باشم نتونید بخونید، اما خب من الان توضیح میدم براتون. نگاه کنید مثلا ترکیبات یونی که البته فکر کنم اینا رو هم بدونید از قبل، ما به عنوان یادآوری میگیم ترکیبات یونی از یک کاتیون از یک آنیون تشکیل شدن. حالا اینکه چند تا کاتیون در کنار چند تا آنیون بستگی به بارشون داره. اینا با هم دیگه ترکیب یونی رو به وجود میارن. اما این ترکیب یونی من مولکول نمیتونم بگم. یعنی اگه من به شما گفتم مولکول NaCl کاملا اشتباهه، چون NaCl به صورت تکی نیست که من اسمشو بذارم مولکول، بلکه مثلا تعداد زیادی Na در کنار تعداد زیادی کلور با نظم بسیار خاصی کنار هم قرار گرفتن، یک مجموعه یونی رو به وجود آوردن که ما بهش میگیم NaCl. پس من تک مولکول تک NaCl به هیچ عنوان وجود نداره. مثلا بگم این Na در کنار این Cl است، حالا این Na در کنار این یکی Cl، اینا میشه نه، اینا میشه پیوندهای کوالانسی یا ترکیبات مولکولی که من میتونم در موردش صحبت کنم. اما اینجا توی ترکیبات یونی به هیچ عنوان هیچ کاتیونی به هیچ آنیونی تعلق نداره، بلکه یه مجموعه کاتیون ها در کنار یه مجموعه آنیون ها قرار گرفتن که ما میتونیم بهشون بگیم که ترکیب یونی هست. پس به کار بردن واژه مولکول اینجا کاملا اشتباه هست. خب فرمول تجربی یکی از مواردی که حالا سوال زیاد ازش میاد، هم توضیحیش مهم هست و همین که اگه مسئله در موردش اومد بلد باشید حل کنید. فرمول تجربی چی است؟ فرمولی که با استفاده از ساده ترین اعداد صحیح نوشته می شود. فرمول تجربی یا فرمول ساده نام دارد. مثلا فرمول مولکولی هیدروژن پروکسید H2O2 است و فرمول تجربی آن HO. درسته؟ خب نگاه کنید، فرمول تجربی یه فرمول ساده شده است. ببین وجود خارجی ممکنه نداشته باشه، یعنی من HO اصلا به من بگن HO اصلا نمیدونم HO منظورشون چیه. پس این وجود خارجی امکان داره نداشته باشه. اما بهش میگیم فرمول تجربی، یعنی اینکه میتونیم در یه ضریبی ضربش کنیم به فرمول مولکولی تبدیلش کنیم. مثلا اگه من HO رو در 2 ضرب کنم میشه H2O2. H2O2 رو به من میگم، من فوری میگم هیدروژن پروکسیده، بلدم. اما HO رو بدن اصلا ترجمه میکنم میگم این مولکولی نیست، این چیه؟ پس فرمول تجربی یه پیش زمینه برای فرمول مولکولی. حالا شاید سوال پیش بیاد به چه دردمون میخوره ما وقتی فرمول مولکولی داریم، فرمول تجربی به چه درد میخوره؟ ببینید زمانی که ما میخوایم
به سوالات جواب بدیم. مثلا ببینید شما همیشه این حالت رو ندارید که فرمول مولکولی رو کامل در اختیارتون قرار بدن. خب این ترکیباتی که مشخصه مثل آب، آمونیاک و اینا فرمولاش مشخصه، اما شما باید مثلا تو آزمایشگاه یه ترکیبی رو دارید آزمایش روش انجام میدید و میخواید فرمول مولکولیش رو به دست بیارید. خب این مرحله تا مرحله داره، باید مرحله به مرحله پیش برید تا بتونید فرمول مولکولیش رو به دست بیارید. یکی از مراحلش این وسط پیدا کردن فرمول تجربی است که خیلی به شما کمک میکنه که راحت تر بتونید به فرمول مولکولی برسید. حالا میرسیم در ادامه حتما براتون توضیح میدم. پس لطف کنید فرمول تجربی رو یاد بگیرید که منظور ما از فرمول تجربی چیه، تا انشالله توی سوالات براتون توضیح بدیم که چطور ازش سوال میاییم و به دردمون میخوره. فرمول مولکولی ترکیب اتمی واقعی مولکول رو بهتون نشون میده. یعنی H2O2 یا هیدروژن پروکسید واقعا 2 تا هیدروژن داره 2 تا اکسیژن داره. خب این یونیک نیست، ترکیب مولکولی، پس واژه مولکول رو میتونم بهش اطلاق بدم. پس H2O2 یه مولکوله که من میتونم بگم از 2 تا هیدروژن و 2 تا اکسیژن ایجاد شده، درسته؟ اما این واقعی نیست. HO یک حالت پیش زمینه‌ایه که من میتونم فرمول مولکولی رو ازش به دست بیارم. برای بعضی ترکیبات مولکولی فرمول تجربی یکسانن، یعنی اصلا نمیتونم فرمول مولکولی ساده کنم، به هیچ عددی ساده نمیشه که بخوام به فرمول تجربی تبدیلش کنم. پس فرمول تجربی فرمول مولکولی من یکسانن، مثل H2O. خب H2O اینجا 2 تا هیدروژن داره، 1 دونه اکسیژن داره. خب من به چند سادهش کنم؟ اینجا چون 2 تاش 2 بود تونستم به 2 سادهش کنم و بشه HO. پس مثلا بعضی از ترکیبات رو من نمیتونم ساده کنم، پس فرمول مولکولی و تجربیشون یکسان میشن. مثل H2SO4، خب اینم چون S1 داره بنابراین به هیچ عددی ساده نمیشه. مثل CO2، مثل NH3. پس اینا ترکیباتی هستن که فرمول مولکولی و تجربیشون یکسانه. پس اینجوری نیست که حتما فرمول تجربی و مولکولی متفاوت باشن. اگه بشه متفاوت کرد که هیچی، اگه نه ممکنه هم یکسان باشن. خب زیرا اعداد زیرنوشته این فرمول ها را نمیتوان به صورت نسبت های ساده تری در آورد، درسته؟ خب چند تا مثال زدم براتون، چند تا مولکول آوردم، گفتم که حالا فرمول تجربیاشو بگید. این فرمول مولکولی N2H4 دیگه، اگه بگم فرمول تجربیش میشه چی؟ NH2. پس سعی میکنم ساده ترین حالتش رو در نظر بگیرم، این ضریبا رو ساده کنم تا بتونم به فرمول تجربی برسم. B3N3H6 میتونه به 3 ساده بشه BNH2. C6H6 میتونه به اصلا 6 ساده بشه CH بشه. این بنزنه ها، C6H6 بنزنه. حساب کنید وقتی فرمول تجربی بنزن رو به دست میارن چیه؟ CH هست، یه دونه کربن و یه دونه هیدروژن. خب در مورد مول هم بگیم. ما همه توضیحات رو این جلسه بدم، بعد ان شاءالله جلسه آینده شروع میکنیم به اینا رو تمرین حل کردن که چطور ازشون سوال میاریم. خب مول در واکنش‌های شیمیایی به جای یک واحد مولکولی که بسیار ریز و قابل دیدن نیست، از واحد مول استفاده می شود. به تعداد 6 و 2 صدم، البته این اعداد پشتش دیگه اونقدر مهم نیستن، همون 6 و 2 صدم کافی است. 6 و 2 صدم ضرب در 10 به توان 23 اتم از یک عنصر میگن 1 مول. به عنوان مثال 1 مول کربن، یعنی این مقدار عدد عنصر کربن 12 گرم هم می باشد که به عدد 12 اتم گرم کربن نیز بهش میگن، درسته؟ حالا فکر کنم جمله درستی نباشه، عذرخواهی میکنم. دیگه خودتون لطف کنید درستش کنید دیگه. منظور این هست که 1 مول کربن این تعداد عدد اتم کربنه که کلا 12 گرمه و بهش میگن 12 اتم گرم کربن. خب دقت کنید در مورد مول من یه نکته بگم خدمتون. هر چیزی که قابل شمارش باشه میتونیم بهش مول تعلق بدیم. هر چیزی قابل شمارش، مثلا قاشق قابل شمارشه دیگه، پس میتونیم بگیم که 1 مول قاشق یعنی چی؟ یعنی 6 و 2 صدم ضرب در 10 به توان 23 عدد قاشق، درسته؟ پس هر چیزی که حتی تعداد افراد انسان ها، هر چیزی که قابل شمارش باشه من میتونم بهش حالا مول رو نسبت بدم. خب چرا من اینو میگم؟ چون با شما دقت کنید، من زمانی که میگم این مقدار مول، میگم این مقدار مثلا 1 مول مولکول یا میگم 1 مول اتم. خب اینا رو برای بیانش چون متفاوت هست، حل کردن مسائلش هم متفاوته. پس مثلا اگه من به شما بگم
یک مولکول CO2 چه مقدار حالا مولکوله؟ شما میگید خب یک مولکول میگی 6.2 ضرب در 10 به توان 23 تا مولکول CO2. حالا اگه همین رو بگم یک مول CO2 چند تا اتم داره، درسته؟ شما همون عدد آووگادرو که 6.2 ضرب در 10 به توان 23 رو میذارید، باید ضرب در تعداد اتم های CO2 هم بکنید. CO2 3 تا اتم داره، پس میشه 3 تا عدد آووگادرو یک مولش میشه. پس شما مهم اینه که من زمانی که به شما میگم یک مول چی؟ اتم، یک مولکول یا هر چیز دیگه که ازتون میخوام رو باید بتونید به دست بیارید. خب حالا ما تمرین حل میکنیم، متوجه میشید حالا بیشتر. یک مول کربن میشه 12 گرم یا همین تعداد اتم کربن. یک مول فلوئر هم میشه 19 گرم یا همین تعداد اتم کربن. یعنی اگه من این تعداد اتم فلوئر رو بذارم روی ترازو میشه 19 گرم، درسته؟ خب برای مولکول‌ها نیز میتوان واژه مول به کار برد. یک مول از یک مولکول برابر با تعداد این مقدار عدد از آن مولکول میباشد که به آن وزن فرمولی یا مولکولی میگن و معمولا با ام بزرگم نمایش داده میشه. مثلا به شما میگم جرم مولی یا وزن مولکولی، همه اینا یکی هن. H2O چنده؟ شما میگید 2 تا هیدروژن داریم، یه دونه اکسیژن داریم، پس با هم دیگه جمع کنیم میشه 18. پس اون عددی که به دست میارید همون جرم یک مولکول هست. یه مثال آوردم اینجا براتون. در 50 گرم از HCl چند اتم وجود داره؟ خب نگاه کنید، HCl اتم که نیست، مولکوله. پس شما اینو باید دقت کنید وقتی میگه در 50 گرم HCl چند اتم وجود دارد، اگه مولش رو یا تعداد مول رو به دست دارید، به حواستون به اتم ها هم باشه که هر مولکول HCl 2 تا اتم داره. حالا حل میکنم. پس در 50 گرم از HCl چند اتم وجود داره؟ میگم تعداد اتم ها رو میخوام. 50 گرم HCl رو به من داد. اول بیام HCl رو به مول تبدیل کنم. جرم مولی HCl که میدونید خودش این داده هیدروژنیه که کلرم 35 داریم. حتما جرم مولی ها رو بهتون میدیم. پس 36.5 گرم HCl میشه یک مول HCl، درسته؟ حالا یک مول HCl چند مولکول HCl به تعداد عدد آووگادرو، یعنی یک مول HCl 6.2 ضرب در 10 به توان 23 مولکول HCl. حالا هر مولکول HCl هم 2 تا اتم HCl داره، بنابراین تعداد اتم های HCl راحت به دست میاد. پس همین دقت این مهمه، چون اکثر دانشجوها تا این قسمت رو میان بعد میگن این جوابش این قسمت آخر رو نمی نویسن. خب ببینید اینی که شما نوشتید هر مول HCl اینقدر مولکول HCl، درسته؟ ما میگیم یک مول قاشق چقدر، مثلا قاشق این تعداد عدد قاشق، درسته؟ پس نگاه کنید این خودش مولکولیه. وقتی میگیم یک مول HCl یعنی یک مول از مولکول HCl، این مقدار مولکول HCl میدرسه که این اتم خواسته، پس باید مولکول رو حتما به تعداد اتم تبدیل کنید. این قسمت رو اشتباه نکنید. خب یه مورد دیگه هم مثال میزنم. عنصر X تنها یک ایزوتوپ در طبیعت دارد. جرم یک اتم از این ایزوتوپ این مقداره. وزن اتمی عنصر X چقدره؟ خب نگاه کنید، وزن اتمی میشه گرم بر روی مول. گفتم شما وقتی میخواید دیگه وزن اتمی همون جرم اتمی و جرم مولی همه اینا یکی هن. وقتی میخواید حالا یه مقداری رو به دست بیارید که واحدش نسبتی باشه، یعنی واحدش دوتایی باشه، مهمترین کار و راحت ترین کار اینه که صورت رو به عنوان مجهولتون بذارید و از مخرج شروع کنید. این میگیم چند گرم بر مول دیگه، درسته؟ وزن اتمی بر حسب گرم بر مول هست. پس من اگه گرم رو علامت سوال بذارم، یعنی این آخر گرم به دست بیارم، اگه از یک مول شروع کنم خیلی راحت تر میتونم مسئله رو حل کنم. خب یک مول از عنصر X، خب میگیم یک مول این مقدار اتم دیگه، چون به تعداد اتم ربطش داده. این تعداد اتم دارم. خب حالا یک اتمش خودش گفته جرم یک اتمش اینقدر گرم داره. خب من رسیدم به گرم. پس بچه‌ها خیلی خوب دقت کنید. من این سوالا رو که توی امتحان بچه‌ها میدم معمولا با اشکال مواجهم. میگن استاد با چی شروع کنیم؟ حالا شروع کردیم با چی ادامهش بدیم؟ یعنی مثل که اصلا تمرین حل نکردن اومدن سر جلسه امتحان.
دقت کنید، من هر جوری این سوالا رو هم بپیچونم شما باید بلد باشید حل کنید. این که مثلا من به شما میگم واحد گرم بر مول، به شما همون اول گفتم وزن اتمی یا کلا هر چیزی که واحدش دوتایی باشه شما باید صورت رو به عنوان علامت سوال بذارید، از مخرج شروع کنید. خب من از 1 مول شروع کنم، الان من چیکار کنم؟ 1 مول x دارم، 1 مول x میشه این تعداد اتم، در صورتی که خوش گفته یه دونه اتمش این مقدار گرم هست، پس مقدارش به دست میاد. حالا یکی از دانشجو به من پیام داده بود که خود کتاب وقتی که میخواد نسبتی ها رو حل کنه، نسبتی ها رو به این صورتی که ما حل میکنه، مثلا میگه گرم بر مول، از همون به عنوان مثال شروع میکنه حل میکنه. این روشی که من گفتم نیست. نگاه کنید، درسته این مورتیمر به این حالت هم امکان داره حل کرده باشه، اما اصول استوکیومتری به این صورت، یعنی شما تا انشالله حالا لیسانس بگیرید، فوق لیسانس، دکترا هم که پیش برید، این اصول استوکیومتریه. حالا اینکه اومده مثلا مورتیمر به این حالت بعضی سوالاشو حل کرده، ببینید من همون موقع هم گفتم شما اصلا میتونید اینو با نسبت حل کنید. به عنوان مثال 10 روش هست که شما بتونید راحت اینو حل کنید، اما اگه بخواید اصول استوکیومتری رو پیدا کنید، همین روشی هست که من به شما گفتم، باید نسبتی ها رو به این صورت برید. حالا مثلا از من خواسته بود دانشجو که نمیشه ما با این روشی که مثلا هم دوتایی هست پیش بریم به این صورت، به ما نمره نمیدید. ببینید اینکه نمره به شما گرفته حالا داده میشه یا نه، این دیگه بستگی به حل شما داره. من به حل شما نگاه میکنم ببینم کدوم قسمت ها رو میتونم نمره بدم، چون من احتمالاً تشریحی از شما بگیرم. حالا نگاه میکنم تا جایی که بتونه ارفاق میکنم، اما نظر شخصیم این هست که سعی کنید به این روشی که من گفتم حل کنید، چون روش اصولیه و دقیقاً روش استوکیومتری به این صورت داره. من سعی میکنم ریزکاریاش هم به شما بگم و اینجوری راحت، به نظر من اگه عادت کنید به این روش راحت تر است. حالا بازم اگه اصراری دارید به همون روش، حالا من تناسب که هیچ نمره داده نمیشه، اما باز اگه اصرار دارید که مثلا این دوتایی ها رو به روشی که خودتون میدونید حل کنید، شما حل کنید، من تصحیح میکنم ببینم کدوم قسمت ها شما میتونم بهتون نمره بدم. خب برای این جلسه کافی هست. انشالله جلسه آینده، یعنی فصل 3 رو من در اصل تقریبا میتونم بگم یه قسمت هایشو تقریبا درس دادم بهتون، اما مطلب اصلیش و این که من چقدر مثال حل کنم انشالله برای جلسه آینده بمونه و اونجا براتون کامل توضیح میدم. موفق و مؤید باشید انشالله تا جلسه آینده. خدا نگهدار.